Liz Truss 81,326. سرانجام پس از هفته‌ها کشمکش و یارکشی در حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای تعیین جانشین بوریس جانسون با رأی حدود 81,000 نفری اعضای حزب محافظه‌کار، مری الیزابت تراس به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر جدید حدود 67 میلیون انگلیسی تعیین شد. تلاش می‌کنم صورت حساب انرژی مردم را کاهش بدم و امنیت انرژی را تأمین کنم. همچنین از سازمان ملی بهداشت و درمان حمایت خواهم کرد. لیز تراس وزیر خارجه دولت جانسون در حالی جانشین او می شود که جانسون حدود 2 ماه پیش در پی فشارهای ناشی از سلسله رسوایی‌ها و فشارهای درون و برون حزبی مجبور به کناره‌گیری شد. لیز تراس همچنین در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت را به دست گرفته که بحران هزینه‌های زندگی و صورت حساب انرژی جامعه را در نگرانی عمیق فرو برده. هزینه‌های زندگی مخصوصاً صورت حساب برق و گاز همه را نگران کرده، چون نمیدونیم چطور میتونیم از پس هزینه‌های زندگی بر بیاییم. خیلی از مردم دیگه قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیستند. لیز تراس که به گفته خودش در آغاز جوانی چپگرا بود، به راست پیچید و در سال 2010 به عنوان یکی از نمایندگان حزب راستگرای محافظه‌کار وارد مجلس عوام این کشور شد. شماری از تحلیلگران معتقدند در دوران نخست وزیری لیز تراس که به جناح راست افراطی حزب حاکم محافظه‌کار نزدیکتر است، سیاست خارجی این کشور همچون سالهای پس از جنگ جهانی دوم تاکنون پیروی از سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. درباره غرب آسیا ادامه سیاست‌های آمریکا پسند حزب محافظه‌کار از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است. همچنین حمایت از سیاست‌های جنگ افروزانی آمریکا و پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت. لیز تراس در حالی سکان دولت انگلیس رو به دست گرفته که مجموعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بحران‌های داخلی و خارجی این کشور رو گرفتار کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.